زن و شوهر با هم خصومت و جنجال کردند. زن خیلی عصبانی شده در حالت خشم و غضب لباسهایش را جمع کرده میخواست در جامدان گذارد و به خانه پدر و مادرش برود. مرد وقتی فهمید که زن رنجیده است و میخواهد به خانه پدرش برود، پیش دستی کرده به همسرش چند کلمه زیبا گفت و بعد از آن با لبخند شیرین پرسید: چی کار کرده ایستاده ای؟ زن هم در جواب گفت: لباسهای زمستانه را تخت می کنم و لباسهای تابستانه را می برارم. بله، واقعا دل زنها خیلی نازک است که تیز می رنجند، ولی با یک دو سخن نرم و شیرین و لبخند زیبا راضی می شوند و گذشته را فراموش می کنند. جوان مردان مسلمان، احترام زن، مادر، دختر و خواهر دلیل بزرگی و نهایت مردانگی است و تحقیر و اهانت بر زن دلیل پستی و فرومایگی مرد است. احترام و قدردانی کردن از همسر نشانه زن کلانی نیست، چطوری که می‌فرمایند: ما اکرمهن الا کریم و ما اهانهن الا لئیم. تنها انسان‌های کریم و بزرگوار زنان را احترام می‌کنند و فقط مردهای پست و فرومایه زنان را تحقیر و اهانت و بی احترامی می‌کنند. پس ای جوان مردان مسلمان، زنان را تحقیر و اهانت و ظلم و ستم نکنید و پستی و فرومایگی خود را نشان ندهید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تحقیر و اهانت کجا با هیچ زنی با عصبانیت و خشم و غضب سخن نگفتند، چه همسران خود و چه دختران و چه زنان مسلمان. جوان مرد مسلمان، همسرت به سخنان شیرین و لبخند زیبای تو خیلی سخت نیاز دارد. پس از کمبودی های همسرت درگذر و با پیروی از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با لبخند زیبا و سخنان شیرین و رفتار نیکو دل همسرت را شاد کن و هرگز او را نرنجان. در این کار برایت اجر و ثواب است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.